درود خدمت شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم. من احسان فرایی هستم و به یکی دیگه از قسمت‌های پادکست دفیت ترو خوش آمدید. خیلی خوشحالم که شما اینجایید و پادکست ما رو دارید میبینید و میشنوید. قبل از هر چیزی میخواستم یک تشکر ویژه بکنم از تمام کسانی که هفته گذشته پادکست ما رو نگاه کردن، لایک کردن، کامنت گذاشتن و ممنونم از این همه انرژی خوب در خصوص پادکست هفته گذشته با احسان گوهری که داشتیم. انرژی مثبت شما و این همه محبتی که شما نسبت به من و این برنامه دارید به من انرژی میده که این راهو محکمتر با همدیگه ادامه بدیم. یادتون نره این حمایت شماست که این پادکست رو زنده نگه میداره و من میتونم هر هفته با شما در ارتباط باشم. امروز قرار یک گفتگوی خاص داشته باشیم با یک ورزشکار حرفه‌ای و خاص. نه فقط یک مصاحبه معمولی، بلکه یک سفر به عمق انگیزه ها و چالش های یک قهرمان حرفه‌ای. مهمان امروز ما کسی که شاید خیلی ها اسمش رو شنیدن و میشناسنش، محمد کاشانکی. محمد اولین ورزشکار فیزیک ایرانی هست که سهمیه مستر المپیا رو کسب کرد، ولی متاسفانه به خاطر نداشتن ویزای آمریکا نتونست به مستر المپیا حضور پیدا بکنه. محمد چندین سال پشت سر هم دیگه برای گرفتن جواز و حضور در مستر المپیا تلاش کرد، ولی متاسفانه این سد ویزا بود که به محمد اجازه نداد که اون در مستر المپیا حضور پیدا بکنه. حالا تصور کنید بعد از 5-6 سال دوری از استیج، محمد دوباره هفته گذشته روی استیج برگشته، اون هم با قدرت، با انگیزه، با یک داستانی که پشتش سالها تلاش و شاید کمی جنجال بوده. امروز قراره از محمد بپرسیم که چی شد که این مسیر رو کلاً شروع کرد، چه سختی هایی کشید، چه حقیقت هایی پشت این پرده بدنسازی و استیج مستر المپیا هست، حقیقت هایی که من و شما و خیلی دیگه که در مسابقه حضور ندارن و تا حالا مسابقه ندارن ازش خبر ندارن. باید اینو بهتون بگم که این گفتگو صرفاً یک گفتگو برای ساختن عضلات، مسابقه دادن و بدنسازی نیست. این یک گفتگو انگیزشی هست درباره مبارزه، درباره اینه که چطور از هیچ به همه چیز میرسی و اینکه پشت پرده موفقیت هر قهرمان چه چیزی هست. پس با من همراه باشید. این اپیزود هم انگیزه میده، هم حقایق رو میکنه که شاید هیچ وقت ندیده بودید. اینجا دفیت ترو هست، جایی که حقیقت ها گفته میشه و قهرمان ها رو از زاویه‌ای میبینید که تا حالا ندیده بودید. دوستان عزیز، همونطور که بهتون قول دادم با محمد کاشانکی عزیز هستیم، یکی از قهرمان های پرآوازه فیزیک ایران، اولین ورزشکاری که مجوز حضور در مستر المپیا رو در رشته فیزیک کسب کرد، ولی متاسفانه تا به امروز نتونسته روی استیج مستر المپیا حضور پیدا بکنه و هفته گذشته همونطور که بهتون گفتم یک کامبک وحشتناک زد بعد از 5-6 سال. محمد جان چطوری؟ خیلی خوش آمدی به پادکست ما. سلام عرض میکنم خدمتت احسان جان و تمام طرفدارهایی که برنامه شما رو دنبال میکنن، جنریشن آیرون و کسانی که به حال عاشق ورزش بدنسازی هن. خدمت عرض کنم که خسته نباشیدم به خودت میگم، تبریک میگم به خاطر برنامه جدیدت. امیدوارم که مثل همه برنامه‌هایی که تا حالا کار میکردی و موفق بوده، این برنامه هم قطعا موفق خواهد بود. خدمت عرض کنم که شما گفتی بعد 5 سال، ولی بیشتر از 5 سال بود. بعد حدوداً از سال 2018 الان 2026 میشه حدوداً 8 سال که من 8 سالی بود که رژیم مسابقه نگرفته بودم و فاصله گرفتم. یعنی الان که 43 سالمه، آخرین مسابقه‌مو 35 سالگی دادم. الان دیگه تو 43 وارد 44 سالگی شدم و دیگه یه اتفاقایی افتاد که احساس کردم که بد نیست، لازمه که یه همچین کاری بکنم و یه محکی بود، یه چالشی بود برای خودم و دوست داشتم که اول یه مقدار خودم رو رفرش کنم، یه رینیوی بکنم خودم رو
و از لحاظ روحی خیلی نیاز داشتم به یه همچین چالشی. و اینکه طرفدارها دیگه تو این 8 سال گذشته که من مسابقه ندادم، هر جا دوست، آشنا، طرفدار، به حال رفیق تا صحبت میشد، محمد دیگه مسابقه نمیدی، انگار نمیدونم یادشون میرفت بابا من چند سالم شده. خلاصه که هیچ جا هم هیچی نگفتم، یهو دیگه رفتیم رو استیج دیگه. آخرین مسابقه که دادی کره بود داره؟ کره بود، آره 2018 کره بود و چقدر متفاوت بود نسبت به چیزی که من چند روز پیش تجربه کردم. خیلی متفاوت بود، به نظرم خیلی معیارها تغییر کرده و خیلی سخت‌تر شده، خیلی سخت‌تر شده و خیلی براشون یه سری چیزها مهمتر شده و عضله میخوان، یعنی اصلا شوخی ندارن. اگه عضله داری، اگه استایل داری، عضله داری، فیگور بلدی و همه اینها رو یه پکیج کامل داری، قطعا بهت میدن. اگر نداشته باشی، ضعف داشته باشی، بهت نمیدن. مثلا من بدنی که تو این مسابقه بردم کاملترین و پرسایزترین بدنی بود که تا حالا تو زندگیم رو استیج داشتم. هیچ وقت با این وزن و این واو. سایز، چه پاهام، چون احساس کردم که به پاهم دقت میکنن. احساس کردم که مثلا رایان تری خیلی پاهاش بزرگ شده بود، یا علی بلال پاهای خوبی داره، یا براندون هندریکسون بالانسن، میدونی. حالا درسته. درسته شلوارکه، ولی میگه شلوارک بالای زانو بپوش و فیت، یعنی به بله. پا هم نگاه میکنه. من سعی کردم همه اینا رو خیلی رعایت بکنم، ولی باز هم چون قدم از همه حریفان بلندتر بود، همشون نهایتا قدشون رو پایه 175 6 بیشتر نبود. من یهو با قد 183 4 سانتی متر رفتم بغلشون و جا داشت که 5 6 کیلو حداقل وزنم بیشتر می بود، مخصوصا رو عضلات بک. اگه یادت باشه 2018 با خودت که صحبت میکردیم، با کینگ کمالی صحبت کردیم، گفتش که باید عضلات بک تو قوی بکنی، که من دیگه خب برنامه مسابقه نداشتم، زیاد بهش توجه نمیکردم. ولی خب به هر حال پکیجم خیلی کامل تر از اون سالها بود، ولی باز هم انگار بیشتر میخواستن، عضله بیشتری میخواستن. محمد میخوام یه کمی برگردیم عقب‌تر برای اولین مسابقه ای که اون مسابقه ای که رفتی کارت پرو گرفتی. فکر میکنم مثل المپیای روسیه بود اگه اشتباه نکنم. مثل المپیای روسیه 1 هفته قبلش من تو جام الماس گرفتم. تهران. فرهنگسرای بهمن تهران برگزار شد. اون موقع هنوز IFBB از MPC جدا نشده بود اگه یادت باشه، که آره من اونجا کارت حرفه‌ای گرفتم و یه مقدار دیگه راضی شده بودم، خواستم شل کنم نرم، که یادم امید جبلی بهم زنگ زد، گفت محمد اگه زنگ بزنی بگی سرما خوردم، اگه زنگ بزنی بگی حالم خوب نیست، نه مادرم اینجوری. گفت من میدونم با تو کارت تو نمیدم، نمیذارم کارت بده. گفتم چشم آقا امید، اوکیه. چون تیم داشتیم میرفتیم اگه یادت باشه. آره آره. محمد، اون مسابقه ای که رفتی کارت حرفه‌ای گرفتی، میدونستی که میری کارت رو میگیری یا رفتی فقط به عنوان یه تجربه؟ جام الماسو جام الماس. آره. ببین، ورزشکار خودش از هفته ها قبل، از ماه های قبل خودش میفهمه چنده، خودش متوجه میشه. اون حسی که درونت داری، اگر خودت حس بکنی که من که فقط برای طلا داشتم میرفتم و فقط برای کارت حرفه‌ای و بیشترین تلاشمو تو تمام مسابقات بخوام اگر بگم، اولیش بخوام بگم که کدوم مسابقه بوده که بیشترین تلاش، بیشترین از خودگذشتگی، بیشترین زحمت و زجر رو کشیدم، همون گرفتن کارت حرفه‌ای بود. چون به شدت براش تایم گذاشتم و به شدت حرفه‌ای باهاش برخورد کردم. من از 1 سال قبلش، و چه اتفاقی افتاد که کارت حرفه‌ای گرفتم؟ از یه باخت شروع شد. یعنی اون برد از یه باختن تو یه مسابقه شروع شد و یه جرقه تو من خورد که سال قبل جام الماس بود. من یهو از قهرمانی کشور اومدم سوم شدم
و از استیج اومدم پایین نشستم، داشتم بعد از فیزیک مسابقات بیلدینگ برگزار میشد، یادم حسن رهنمایان اونجا اوورال شد، همینجور از چشام اشک میومد و نشسته بودم، رفتم بوفش کتاب و نمیدونم اینجوری چیزا گرفتم داشتم میخوردم و همینجوری اشک میومد، خیلی برام سنگین تموم شد. جام الماس همون کیشو داری میگی؟ کیش بود، آره. که همون روز، چون هفته قبلش مسابقات جام کارگری بود، من قهرمان شدم. سال قبلش کشور اولین دوره مسابقات فیزیک بود، قهرمان شده بودم و به تمام کسایی که رفیقان بودن، این برادرای منن، الان اصلا بهش فکر میکنم خنده داره، ولی چون همه کسایی که برده بودن بهشون باختم و اون باخته باعث شد که مثل یه گوله آتیش بشم و شاید باور نکنی از اون روز من تصمیم گرفتم، گفتم من تا کارت حرفه‌ایمو نگیرم ولکن نیستم، باید بگیرم. که 3-4 ماه 5 ماه رفتم تو ریکاوری، رفتم اصلا همه چی رو رها کردم، ولی مغزم فقط به مسابقه فکر میکرد. نشستم سرچ کردم کدوم مسابقه خواهم. اول میخواستم برم آرنولد کلاسیک اسپانیا. شروع کردم سرچ کردن که سال قبلش کدوم ورزشکار اوورال شده، یا مثلا 2-3 تا مسابقه رو در نظر گرفتم، مسابقات قبلی شد، نشستم سرچ کردم که کیا اول شدن، دلیلش چی بوده، تو دسته من کی بوده، به چی توجه کرده داور، اوورال چرا اوورال شده، اصلا من تو جام الماسکی چرا باختم، نفر قبل من کسی که دوم شد یا اول شد چیشون قوی تر بود، چه اتفاق افتاد. من دیدم صورتم خیلی به هم ریخته، احساس کردم که امتیاز نداره ولی داور به چشمش میاد. احسان من روزی که رژیم گرفتم، یعنی از عید سال 95 تا 7 ماه 8 ماه قبلش یه دکتری داشتم، دکتر مفازی، که 7 ماه هفته 1 بار میرفتم پیشش که دستگاه زیر چشم من نمیذاشت زیر چشم من گود بیفته. صورت واو. منو یه نخ لیفتی زد تو صورت من که این کلاژن سازی کرد، نذاش صورت بریزه، صورت لیف شد، یه ختم همیشه اینجا میافتاد، حالا الان که دیگه سن با این رفته وقت بالا یادمه. یه دونم اینجا میافتاد، این دومیه دیگه نیافتاد و شروع کرد رو صورت من آبرسان زدن و صورت من اصلا انگار نه انگار که رژیم بودم رو استیج. صورت رو بهش هفته 1 بار، خودت میدونی اصلا تو رژیم خودتو خیلی سخته. جمع کنی، حوازی زدی، داغون له، میخوای حالا بری پیش دکتر، بعد رو صورتت میخواستن، حوصله نداری. ولی انقدر هدفم برام مهم بود. ببین من برای شلوارک، شاید باورت نشه، هزاران شلوارک رو سرچ کردم تا آخر سر اون چیزی که میخوام، بردم خیاطی، اندازش، همه چیزشو میزون رو رنگش. یا فیگور، من به مدت 7 ماه هر روز فیگور تمرین میکردم که تمام اینها شد یه پکیج و شروع کردم رو مغز خودم کار کردم. قبل مسابقه جام الماس میگفتم محمد تو میری رو استیج، جوری میری رو استیج که همه داورها و تماشاگرها محو تو میشن. اینو تو مغز خودم پیش خودم تکرار میکردم، پیش خودم، اینو واقعیت به روح پدرم، تمام اینها چیزایی که باهاش زندگی کردم. چون سال 2016 بهترین سال ورزشی زندگی من بود که بعد از یه باختی که اون اتفاق افتاد اومدم کارت حرفه‌ای گرفتم، اوورال کشور تو جام الماس، هفته بعدش دوباره اوورال، جواز مثل المپیا. و اصلا اتفاق بزرگتر از این دیگه تو ورزش، تو زندگیم نمیدونم، تو زندگی ورزشیم نمیتونست اتفاق بیفته. که خلاصه میگی که میدونستی، با برنامه ریزی کامل. اصلا من 7 ماه 8 ماه نان استاپ، صبح ناشتا هوازی، حرکت های شکم، بعد از ظهر تمرین، صبح ناشتا هوازی، بعد از ظهر کار نمی کردم. نه اینکه وضعیت مالیم خوب بود، نه، وضعیت مالیم اصلا هم تو اون تایم خوب، باشگاه داشتم ولی خب خیلی درآمد نداشتم، ولی انقدر انگیزه داشتم هیچی نمیتونه صد راه من بشه. هیچ وقت دیگه تو زندگیم این شکلی نشدم، به غیر از اون 1 ماه قبل از کوره هم یه همچین حالتهایی برام اتفاق افتاد، محدود. ولی 2016 یه چیز دیگه بود.
تا حالا شده محمد کاشانکی به خاطر فشار و استرس زیاد بخواد مسابقه دادن و ورزش کردن رو بذاره کنار؟ هیچ و وقت. هیچ وقت. هیچ وقت هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. یعنی من همیشه تو زندگیم قر میزنم ولی رها نمیکنم، تا تهش میرم. هر چیزی رو که تصمیمشو بگیرم باید اون اتفاق بیفته. تا حالا نشده چیزی رو رها کنم تو زندگیم، یعنی هر چیزی میدونی رو. چرا این سوال کردم؟ به خاطر که الان گفتی تو اون زمان از لحاظ مالی هم زیاد خوب نبودی، باشگاهدار بودی، ولی خب باشگاهداری هم سخته. بله. باشگاهداری خیلی سنی باشگاهداری کردن و باشگاه نگه داشتن و شاگرد و این چیزها خیلی خیلی سخته. استرس زیاد کار و خانواده و همینجور اینا میرزه یه دفعه رو سر آدم. یه دفعه میرسه به یه جایی که میگه بابا ولش کن، اصلا نمیخوام مسابقه بدم. تا حالا نشده این شکل بشی؟ تا من رفتم احسان، دور از جونت. ببین این سری احسان تو سن 43 سالگی، مخصوصا این 12 روزی که وین بودم، خب اینجا خیلی سرده، واقعا هواش سرده. منم عادت نداشتم. من صبح ساعت این فنر 5 صبح 6 صبح میپریدم از خواب. یعنی اگه شب قبلش هر ساعتی خوابیده بودم، به خاطر اینکه گفتم محمد بلند شد، نری رو استش آبرو ریزی کنی، پشت خودتو جمع کن. بلند میشدم، انقدر میپوشیدم فقط چشمام معلوم بود. روزای آخر مثلا 4-5 روز مونده بود احسان، وقتی حوازی میزدم، شکم میزدم، داشتم برمیگشتم خونه، به والله پامو رو زمین میکشیدم. تو این سن واقعا سخته. ببین من آخرین مسابقه هم 35 سالگی بود. اصلا این حالت ها رو، چرا سخت بود ولی واقعا در این حد نبود که دیگه پامو نتونم بلند کنم بکشم رو زمین. یعنی مردم میبینن مثلا اون لحظه و یه دقیقه که رو استیجی میبینن خوشگل خوشتیپ همه چی میزون، ولی نمیدونن پشتش واقعا چه زجر به تمام معنا. من میدونم واقعا بچه‌هایی که رها میکنن، 40 سال رو رد میکنن، دوباره مثلا برمیگردن و میخوان مسابقه بدن، واقعا زجر میکشن، واقعا زجر میکشن، ولی من خب رها نمیکنن داداش. 43 سالت گفتی که هست و بعد از 7 سال 8 سال دوری 8 دوباره سال. 8 آره بعد 8 بعد سال. از 8 سال دوری دوباره برگشتی روی استیج. کار هر کسی نیست بعد از 8 سال مسابقه ندادن دوباره بخوای برگردی خودتو آماده بکنی بیای روی استیج. یه سوال کلیشه‌ای میخوام ازت بپرسم. این همه مسابقه دادی تو این سن 43 سالگی به اینجایی که الان هستی رسیدی، ارزششو داشت یا داره؟ احسان، من بی‌وفا نیستم نسبت به این ورزش. خیلی ها میگن بدنسازی خیلی ورزش نامردیه، ولی من بی‌وفا نیستم. من هر چی که تو زندگیم دارم و ندارم از این ورزش دارم واقعا. نمیتونم بگم 100% از این ورزش، به هر حال به خاطر ریاضت هایی که خودم کشیدم و سختی ها، ولی این ورزش باعث شده. اگر این ورزش نبود و رشته ورزشی که من دارم دنبال میکنم وجود نداشت، خب خیلی اتفاقات تو زندگی من نمیافتاد. به هر حال من درآمدم، بیزینسم، کارم، هر کاری که دارم انجام میدم، احترامی که نسبت به هم هست نزد مردم، اینجوری بگم، واقعا از همین ورزشه، از همین اینه. وگرنه نمیشه گفت من جای دیگه این خب نمیتونستم اینو به دست پس بیارم. اگر برگردی به قبل باز دوباره همین کار رو ادامه میدی، همین راهو میری؟ حسام شاید باورت نشه، داشتم به خانومم میگفتم، ببین من قبل استیجیم بوی رنگ که خورد به هم، نمیدونم بچه های دیگه هم همینجوری هم. احساس که آمدم خونه. بوی بک استیج. این بک استیج و این اشتیاق و این شور و قبلش یه ذره آب میخوری یا بارگیری داری میکنی، چقدر سخته، داری ثانیه شماری میکنی تموم شه بری غذا بخوری بری. ولی من واقعا عاشق مسابقه، من عاشق اینم برم اون بالا بجنگم، عاشق اینم. من این 8 سال احسان اگر ویزا بهم میدادن تا حالا حداقل 10 تا مسابقه داده بودم.
من خیلی پیش اومد که به این فکر کنم که خب مثل کره برم تایوان، برم ویتنام، دوباره برم چین، ولی ارضام نمیکرد. من جای جدید میخواستم بیام ببینم اروپا چجوریه، میخواستم ببینم آمریکا چجوریه، ورزشکاراش چجورین، اصلا میخواستم محک بزنم آدمای چغر باشون خودمو به چالش بکشم. اینو دوست داشتم، وگرنه خب میدونستم آسیایی شاید میرفتم، شاید هم نتیجه نمیگرفتم، شاید هم میگرفتم، ولی برام شدم میگفتم اصلا برم خب که چی، خب رفتم 2 تا رفتم دیگه، چیزی توش نیست برام. دوست دارم یه جای جدید بیام. چی شد برگشتی بعد از 8 سال؟ چه شکلی خودتو جمع جور کردی و این تصمیم از کجا شروع شد که برگردی؟ از اینجا داداش آدم رسیدی براش به عقده اینجا. میشه. میدونی من سال 2016 جواز مس المپیا رو گرفتم. 2017 میخواستم برم مس المپیا، ویزا ندادن بهم. بعد با مشورت دوستان اینا گفتیم آقا خب حالا دیگه بدن آماده کردیم، مثل یه مسابقه بریم. برای سن مارینو ایتالیا اقدام کردیم و یه بنده خدایی که الانم حالا اسم و رست داره، سمت گرفته و اینا، حالا اسمشون نمیبرم، توی فدراسیون اون موقع تیم میبرد، این تیم رو میخواست ببره. خب دوستان، امیدوارم از این گپ خودمانی با محمد کاشانکی عزیز لذت برده باشید و خوشتون اومده باشه. امروز با همدیگه شنیدیم که پشت هر قهرمان موفق چه داستانهای ناگفته‌ای وجود داره که اون قهرمان رو به اوج میرسونه. قطعاً هر قهرمانی برای خودش راههای سختی رو میگذرونه تا به اوج قهرمانی برسه و افتخار آفرینی بکنه. ما اینجا در فیت ترو دقیقاً به ناگفته‌ها و حقیقت‌هایی میپردازیم که کسی ازش خبر نداره. از همه شما ممنونم که تا انتهای این برنامه به ما بودید. حمایت و انرژی شماست که به ما انرژی میده که این پادکست رو هر هفته با مهمانهای ویژه بهتر و پرانگیزه ادامه بدیم. یادتون باشه The Fit True فقط درباره بدنسازی و فیتنس نیست. اینجا درباره حقیقت‌ها، الهام گرفتن از مسیرهای سخت و باور به توانایی‌های خودتونه. توانایی‌هایی که شاید شما خودتون هم ازش خبر ندارید. این پادکست به شما کمک میکنه که حقیقت‌های ورزش بدنسازی و فیتنس رو به خوبی از زبان قهرمان‌های ویژه و بزرگ ببینید و بشنوید. خب دوستان، به پایان پادکست The Fit True رسیدیم. امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید. یادتون نره اگر از این پادکست خوشتون اومد حتما ما رو دنبال بکنید و اگر دوست داشتید برای دوستانی که میدونید این پادکست به دردشون میخوره برای اونها هم بفرستید. هر بار ما با مهمانهای ویژه و بزرگتر به خونه‌های شما میایم و یادتون نره این حمایت شماست که این برنامه رو پابرجا میکنه و بهتر. پس اگر از این نوع پادکست و این برنامه خوشتون میاد حتما سابسکرایب کنید، این زنگوله رو هم بزنید تا برنامه بعدی که آپلود شد شما اولین نفر باشید که مطلع میشید. تا قسمت بعدی قوی بمون، هدفتون رو دنبال کنید و اینو یادتون نره حقیقت مسیر موفقیت رو روشن‌تر میکنه.